مسئولین میگویند در زمان حاکمیت طالبان حدود 2500 مجسمه این موزیم شکستانده شد. اما روند بازسازی مجسمه های بودا به همکاری پوهنتون شیکاگوی امریکا و افغانها به مرحله نهایی رسیده است. محمد فهیم رحیمی رئیس این موزیم به رادیو آزادی گفت روند بازسازی این مجسمه ها 1 سال پیش آغاز شد. ما تشویش از این داریم که اگر پس دوباره به یک شکل طالبا با دولت یکجا میشن و اونا میاند پس دوباره به کابل، باز هم همون ذهنیت را داشته باشند که در سال 2001 داشتن و یک خطر باشه به میراث‌های فرهنگی که ما در افغانستان داریم. در سال 2001 میلادی در زمان حاکمیت طالبان این گروه سرهای مجسمه ها در موزیم ملی را شکستاندند و آن را خلاف اسلام دانستند. اینکه این مجسمه ها و آثار باستانی مربوط به کدام دوره است، شیرازالدین سیفی عضو مسلکی بخش ترمیم آثار باستانی موزیم ملی در این باره گفت: این آثاری که معاینه شده دوره قرن 2 الی 4 میلادی را در بر میگیرد، از زده جلال آباد است، با سایزهای مختلف است و اثری است که اشکال مختلف دارد که تاریخ‌های بسیار پیش در بر میگیره. موزیم ملی افغانستان 100 سال پیش در زمان شاه امان الله خان ایجاد شد که در این موزیم به گفته مسئولان آن 47,000 قلم آثار باستانی که 150,000 پارچه می شود به نمایش گذاشته شده است.